این ویدیوهای شام دوشنبه از سنندج مرکز ولایت کردستان ایران است که به صحنه جنگ شباهت دارد. صدای تیراندازی، ترکش و فریادهای اعتراضگران. بیشتر از 25 روز است تاجران شهرهای گوناگون ایران دکانهایشان را باز نمی کنند. این ویدیوها از بازارهای شهر سقه، سنندج و مغاباد است. روز دوشنبه هم مثل روزهای قبلی اکثر از دانش آموزان این شهرها اعتراض کردند. زن زندگی آزادی بعد مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس اخلاق به شعار اعتراضگران تبدیل یافت. در این ویدیو از شهر سقه شهر مهسا امینی دختران روسری‌هایشان را می‌سوزانند. حکومت به این اعتراضها با تیر و تفنگ پاسخ می‌دهد. از اینا برای سرکوب مردم استفاده می‌کردند. مرگ بر خامنه‌ای. شامگاه دوشنبه سازمان عفو بین الملل با انتشار این ویدیو از سرکوب گسترده تظاهرگران در سنندج هشدار داد و گفت مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن جنایت‌های خود به قطع دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهند. نت بلاکس یک نهاد مستقل که برای بررسی وضع اینترنت در جهان است، روز چهارشنبه از قطع دسترسی به اینترنت در ایران خبر داد. همزمان نهادهای مستقل حمایت از حقوق بشر درباره سفربری نیروهای بیشتری حکومتی به سنندج صحبت می‌کنند. ویدیوهای از پایان آمدن نیروهای امنیتی در این شهر نشر شد. در حالی که مقامات سیاسی و امنیتی ایران استفاده از سلاح از طرف ماموران امنیتی را انکار می‌کنند، ویدیوهای زیادی از استفاده تفنگ توسط نیروهای امنیتی و انتظامی نشر شده است. مثلا اینجا در تهران در اطراف دانشگاه شریف و اینجا در خیابان‌های شهر سنندج. گزارش‌های سازمان‌های مستقل حامی حقوق از کشته شدن بسیاری از اعتراضگران از تیر تفنگ ماموران امنیتی حکایت می‌کنند. سازمان حقوق بشر ایران روز 12 اکتبر گفت در جریان سرکوب تظاهرات 201 نفر کشته شدند و کمش 24 نفر کودک هستند. برغم سرکوب بیرحمانه تظاهرگران در سنندج و دیگر شهرهای ایران، اعتراض در این شهرها همچنان ادامه دارد.